به اوباراس سپرد. سپیددم سواران مادی متوجه شدند که چه رخ داده است. آنها به تعقیب کوروش پرداختند و هنگامی که به شهر هیربا رسیدند نیروهای پارسی را آماده به رزم دیدند. کوروش که در جناح راست با سوارانش مستقر شده بود فرمان حمله را صادر کرد. او چونان شیر ژیان به قلب سواران مادی زد و توانست شمار بسیاری از ایشان را از پای درآورد. پارسیان که برای نخستین بار کوروش را در میدان نبرد می‌دیدند از دلاوری و زور بازوی او خیره ماندند. حدود 250 تن از سواران مادی به دست پارسیان نابود شدند و باقی مانده ایشان برای نجات جان خود پا به فرار گذاشتند. سوارانی که توانستند از نبرد رویداده جان سالم به در ببرند ماجرا را برای آستیاگ بازگو کردند. کوروش نیز با سپاهیانش به پارس بازگشت. با این رویداد جنگ میان مادها و پارسیان آغاز شد.